در شهر خوجند مسابقه کشتی ولایتی اوید با پانکراتیون برگزار شد. رهبریت فدراسیون پانکراتیون ولایت سوخت و مسئولین ساحه ورزش در مراسم کشاده شوی این مسابقه از توجه و دستگیری‌های رهبریت عالی کشور نسبت رشد و عمومیت ورزش یادآور شده ذکر نمودند که پانکراتیون در برابر دیگر نمودهای ورزش سال سال در تاجیکستان رشد یافته ایستاده است. پانکراتیون یکی از نمودهای المپی ورزش بوده از محاربات آمیخته با بیش فعالیتی فرق میکند. یعنی در این نمود کم فعالیتی ورزشکار باعث گرفتن آگاهی شده و باخت او سبب می شود. در این چاره‌بینی ورزشی بیش از 300 نفر ورزشکار از شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک و مهارت سنجی کردند. امروز کودکان و نورسان در همین نمودی پانکراتیون در ورزشی پانکراتیون به‌حد شوق و رغبت زیاد دارند و در مسابقه اشتراک میکنند. مقصد گذراندن این مسابقه تشویق و ترغیب نورسان به ورزش است که از بیهوده‌گردی و از همین کارهای ناشایان دور شوند و به ورزش مشغول شوند. آینده نقشه داریم این مسابقه ها را بسیار تشکیل کنیم و ساکنان را به همین نمود ورزش جلب نماییم. این چاره‌بینی ورزشی با تشبث فدراسیون پانکراتیون ولایت سوخت با مقصد رشد این نمود جلب کودکان و نورسان و جوانان به این نمود ورزش راه اندازی کرده شد. مورد به ذکر است که فدراسیون پانکراتیون در ولایت سوخت یک سال پیش به فعالیت شروع کرد، اما تا این دم در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مربیان این نمود را تمرین می‌دادند که اکنون فدراسیون آنها را سرجم نمود. در این نمود ورزشکاران کشور ما بارها در مسابقه‌های بانفوذ جهانی و بین‌المللی مشرف و پیروز شدند که این نتیجه زحمت و کوشش مربیان است. فدراسیون پانکراتیون ولایت سوخت در نقشه دارد من بعد نیست چنین چاره‌بینی‌های ورزشی را بیشتر راه اندازی نموده ورزشکاران این رشته را سرجم نماید و بهترین ها را به مسابقه‌های بانفوذ آماده نماید. مسابقه کشتی ولایتی اوید با پانکراتیون در قصر ورزش شهر خوجند طی 2 روز در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته مربیان و داوران بهترین ها را معین و قدردانی نمودند.